خوش اومدید بچه به یه ولاگ دیگه. توی این ولاگ با هم میخوایم بریم جنگل آمستردام. با من همراه باشید. ماریو کمربندتو ببند. آماده ای ماریو؟ بزن بریم. بچه من گاهی اوقات میام تو این جنگل قدم میزنم، واقعا لذت بخشه. اون حالت بکر رو فقط نداره، چون داخلش کافه های مختلف ساختن، حتی رستوران داره، تئاتر هم داره. بعضی وقتا مثلا تو تابستونا برنامه های مختلف تئاتر، معمولا به زبان هلندی هم تئاترشون اجرا میشه. چند تا دریاچه داره. گاهی اوقات هم معمولا ویکندها مردم میان باربیکیو میکنن. خیلی محیط خوبی داره، زمینای زیادی هم برای بازی داره. یکیش اینه، چند تا دروازه فوتبال داره، بازم جاهای دیگه داره. کنار دریاچه‌هاش هم خیلی جذاب و قشنگه. فصل زمستون یه مقدار به خاطر بارون زیادی که میاد و باد خیلی اینجا جمعیت نیست، ولی تو تابستون مخصوصا جمعه ها و شنبه ها خانواده ها میان و بچه هاشون لذت ببرن. درست در حاشیه جنوبی آمستردام جنگلی گسترده و سرسبز قرار داره که نه تنها یکی از بزرگترین پارک‌های شهری اروپا به شمار میاد، بلکه داستانی شگفت‌انگیز از تاریخ، طبیعت و انسان را در دل خودش جای داده. جنگل آمستردام یا آمستردام بوس با وسعتی بیش از 1000 هکتار تقریباً 3 برابر پارک مرکزی نیویورکه و سالانه بیش از 4.5 میلیون بازدید کننده رو به خودش جذب میکنه. ایده ساخت این جنگل به اوایل قرن 20 برمیگرده، زمانی که یک زیستشناس هلندی پیشنهاد ایجاد فضای سبز در نزدیکی شهر را مطرح کرد. اما ساخت واقعی جنگل در دهه 1930 آغاز میشه. در دوران رکود اقتصادی بزرگ، بیش از 20,000 نفر از افراد بیکار با بیل و فرغون بدون ماشین‌آلات سنگین شروع به کاشت درختان و ساخت مسیرها کردند. این پروژه نه تنها اشتغال زایی کرد، بلکه روحیه شهروندان را نیز تقویت کرد. طراحان جنگل آمستردام از پارک‌های لندن و برلین الهام گرفتند. آنها جنگلی طراحی کردند که مردم بتوانند آزادانه روی چمن‌ها بنشینند، ورزش کنند و در دل طبیعت آرامش بگیرند. مسیرهای پیش در پیش، دریاچه‌های مصنوعی و چشم‌اندازهای باز همگی با هدف ایجاد حس آزادی و آرامش طراحی شدند. جنگل آمستردام خانه گونه‌های متنوعی از جانوران، از خرگوش‌ها، سنجاب‌ها، قورباغه‌ها و سمندرها گرفته تا پرندگان شکاری مانند شاهین و پرندگان شکاری دیگر.
اما جالبترین بخش پنجگانه جنگله: مار چمنی، سنجاب، گاو اسکاتلندی و مرشریر و مرغ ماهیخوار. 5 گونه‌ای که دیدنشان تجربه خاص و فراموش نشدنی. مزرعه معروف رایدمرهوف در قلب جنگل قرار داره که در اون میتونید بزهای کوچک رو نوازش کنید، بستنی شیر بز بخورید و با کشاورزی پایدار آشنا بشید. همچنین مسیرهای دوچرخه سواری، قایق سواری، پارک‌های بازی کودکان و حتی تئاتر روباز تابستانی تجربه‌ای کامل از طبیعت و فرهنگ رو فراهم می‌کنه. در بخش جنوبی پارکی با 400 درخت شکوفه گیلاس قرار داره که توسط باشگاه زنان ژاپنی به آمستردام اهدا شده. هر سال در فصل شکوفه‌ها جشنواره رنگارنگ برگزار میشه که تلفیقی از فرهنگ ژاپنی و طبیعت هلندیه. در ماه‌های گرم سال تئاتر روباز جنگل میزبان نمایش‌های هنری و کنسرت‌های موسیقیه. تماشای یک نمایش در دل درختان زیر آسمان باز تجربه جادویی و متفاوته. جنگل آمستردام نه تنها مکانی برای تفریح و آرامشه، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، طراحی شهری هوشمند و عشق به طبیعته. این جنگل نشان میده که چگونه میتوان از دل بحران فضایی برای زندگی، شادی و پایداری ساخت. When the weight gets heavy, I lift my hands to heaven. I've walked through valleys, shadows all around, lost in my own worries, couldn't find solid ground. I've made mistakes I can't outrun, but your grace shines brighter than the morning sun. I've fallen down, I've felt so small, wondered if I'd ever rise above it all. But in the quiet of a broken prayer, I found a peace that only you can share. Hands to heaven, reaching for your grace, lifting up these burdens that I can't erase. When the storms are raging and I'm feeling low, I find my shelter in the love you show. Through the trials and the tears I've cried, your mercy finds me where I try to hide. There were nights I thought I'd lose my way. Doubt and fear were all that I could say. But when I call upon your name, the darkness fades, I'm not the same. You've seen me at my weakest, held me through the pain, forgiven all the failures I can't seem to explain. Your love is like a river, steady, wide and true, flowing through the valleys, carrying me back to you. Hands to heaven,
gets heavy, I lift my hands to heaven. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از جنگل آمستردام خوشتون اومده باشه. همیشه شاد و پر انرژی و مهربان باشید.